خب شاید واسهتون سوال باشه که پرده رو نبستیم. خب شاید واسهتون سوال باشه که من کیم، اینجا چی کار میکنم، اصلا چه هدفی دارم از گرفتن این ویدیو و صرفا اصلا این ویدیو قرار تو آینده به چی برسه، چه هدفی داشته باشه و اصلا تامنیلش هم نمیدونم چجوری بزنم. سلام عرض شد خدمت تمام عزیزانی که دارن این ویدیو رو میبینن. خیلی خوشحالم از این که دارن بالاخره این ویدیو رو میگیرن. خیلی اذیت شدم واسه این ویدیو از بابت ایده، خلاقیت، چجوری باشه، چجوری نمای اتاق باشه، تاریک باشه، روشن باشه و کل این ماجرا. خیلی خوشحالم. شاید واسه اونی که نمیدونه اسم من چه، من امیرم. بیادب نباشید بچه، من امیر سیلوانم. خیلی واسه این اسم اذیت شدم. وای حاجی اعتمادی نیمه این صندلی‌ها. خیلی واسه این اسم اذیت شدم، چون میخواستم اسم کسی واقعا نشته باشه و تنها اسمی که امیر سیلوان، نه سیلوان خالی، امیر سیلوان بود. حالا یه سری موضوعات فقط یه نفر داشته، چون یه نفر هم یه کانال هندی بود، یارو یه ویدیو از نوک دماغش گذاشته بود، دیگه هم ویدیو نذاشته بود. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. در کل من امیر سیلوانم و در واقع الان 20 سالمه، اصفهان زندگی میکنم. Hey, I just about to go to bed. I know we couldn't Skype tonight. از 3 سال پیش کال آف دیوتی موبایل من ضبط میکردم و خب دیوایس هم خوب نبود. حالا هواوی واین او اس بود. واسه بچه‌ای که دارن و میدونن اینه که اصلا کلا یه فریم ریت بیشتر از میدیوم نمیده و افت فریم واقعا حس میشه و واقعا بابت این چیزی که الان شما اینجا میبینید، بابت دونه بدون تجهیزاتی که من خریدم، واقعا fucked up، واقعا دهنم سرویس شد. Help! Help! Help me! Help! این ویدیو صرفا میشه اولین ادیت رسمی کانال امیر سیلوان و یکم بچه اثرات زبان خوندن و دانشگاه و یه سری درسایی که واقعا داره اذیت میکنه، فشار داره میاره به قولن. آره دیگه بسشه دیگه، همین گرفتم دیگه، چه بگیرم دیگه، بسشه. من دنبال این چیزاش نیستم. آره و امیدوارم که هر جایی که هستین کنار خانواده‌تون حالتون خوب باشه. این صرفا استارتر کانال منه و قراره که ویدیوی گیم، ولاگ و به عنوان مثال کلابریشن هر چیزی که فکرشون میکنید از یک کانال سرگرمی انتظار داشته باشید قطعا تو کانال من هست. کلابریشن اوایل گیمینگ بعد تو این چنل باشن، مخاطب جمع بشن، بعدن گیمینگ موو پیدا میکنه توی یه دونه فولر دیگه. آره خلاصه خیلی مودی هم شرمنده، یه سانی مودام عوض میشه، اذیت میشه و همین. امیدوارم که بهتره کنیم و با حمایت شما، البته با ساپورت شما حتما اتفاق میفته. خیلی دوستتون دارم، خیلی مخلصیم و بوس بهتون. بای بای.